سلام به همه، مخصوصا به بانوها. شما حیران میشوید که تمام نازکی‌های جهاز آشخانه را مادران و مادرکلان‌های ما خیلی خوب می‌دانند. این همه دانش‌ها در اساس تجربه‌ها برمی‌آیند. امروز ما کمی دانش‌های نظریوی پیشنهاد می‌کنیم که حتما باید در آشخانه آن را تجربه کرد. تخم را روغنی رستنی مالیده در یخدان گذارید. 3-4 هفته زیادتر تر و تازه باقی میماند. زردچوبه یا خود امبیر را با قاشق تازه کنید. این هم خلای است و هم آسان. برای آنکه جای بریده شده تارت شخ نشود، با آن نانی بولکه را با چوبچه دندان تازه کنی چسبانید. بگذار نان شخ شود، نه تارت. لیمو را کمی با چوبچه دندان تازه کنی سوراخ کنید و آن را پخش کنید. چون این عمل در حالت‌هایی که برای یگان پخت و پز کمی آب لیمو لازم است، خیلی قلای است. بعد آن را با اسکوچ محکم کرده در یخدان گذارید تا کهنه نشود. وقتی که در ظرف مایونز باقی مانده است، به آن ظرف مایونز آلوده کمی اکسوس و روغن زیتون را علاوه نمایید. برای خورش بهترین علاوه آماده می شود و این چنین ظرف نیز تازه می شود. پیاز و سرپیاز را در بسته های کاغذی نگاه دارید. آنها تقریباً 2 ماه به مغار باقی می مانند. سیب و کارتوشکا به همدیگر کمک می کنند. سیب و کارتوشکا را یک جای نگاه دارید. ماده شیمیایی اتیلن که در سیب موجود است، به نشأنمای کارتوشکا امکان نمی دهد و کارتوشکا نمی پوسد. این معلوماتی کوتاه اما خوب بود. شاید کمی ما خوب هم نباشد. اگر راضی نیستید، شرح خود را گذارید. کدام محصولات ها را در نهاری خوردن ممکن نیست؟ به این سوال در ویدیوی نوبتی پاسخ یابید. سلکش در ضمیمه است.